سلام بیننده گرامی، به برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خوش آمدید. من مومین احمدی هستم. سرخط خبرهای برنامه برای روز 15 مارت. انتخابات پرزیدنتی در روسیه، بسیاری ها این معرکه را صحنه سازی می نامند و می گویند ولادیمیر پوتین باز خودش را پیروز اعلان می کند. بحث معمول میان مشتری و خریدار در تاجیکستان، محصولات پس صفت از کجا وارد می شود؟ وای اتراولینی میکنه، آخی کودکو را کسل میکنه، آدمای کلان کسل میکنه، سلامتی را ضرر داره. زنی نابینای با آرزوهای بزرگ، گلناز نمیخواهد خانشین و بیکار باشد. راهش را در خانه مییابد، در بیرون برایش سخت است. بعضی وقتایی می شود که ماشین ها گذاشته باشن، بررفتن به ماشین ها برمیخورم. برنامه را با گزارشی از انتخابات روسیه آغاز میکنیم. در روسیه انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که 3 روز تا روز 17 مارت ادامه میکند. انتظار میرود در این معرکه سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فعلی پیروز شود و 6 سال دیگر رهبری روسیه بماند. در تاجیکستان هم که هزاران نفر از شهروندان روسیه زندگی میکنند، رایدهی روز 17 مارت در دوشنبه و خوجند صورت میگیرد. جزئیاتی بیشتر در گزارش همکارم طاهری سفر. انتخابات ریاست جمهوری روسیه به رقابت جدی صورت میگیرد، زیرا مقامات یگان نفر از نامزدهای جدی و رقیب احتمالی برای ولادیمیر پوتین را به این کارزار سیاسی راه ندادند. از طرف دیگر سرکوب بیرحمانه دیگراندیشان و مطبوعات مستقل در روسیه همچنان ادامه دارد. انتخابات ریاست جمهوری که آن را عادلانه و شفاف نمی‌شمارند، اولین انتخابات بزرگ در روسیه و بعد از تجاوز این کشور به خاک اوکراین است که سال 2022 آغاز یافت. نخستین قطعه‌های رایدهی در چوکاتکا و کامچاتکا دوردست باز شد. در مجموع کمیسیون انتخاباتی روسیه بیشتر از 112 میلیون نفر مردم برخوردار از حق رای را در داخل و خارج از کشور ثبت نام کرده است. انتخابات در نیم جزیره کریم و حدودهای دیگری غصب شده اوکراین، ولایت‌های دونتسک، لوگانسک، زاپاروژیه و خرسون برگزار می شود. در برگه‌های رایدهی در انتخابات پرزیدنتی 4 نامزد ثبت شده است: ولادیمیر پوتین، ولادیسلاو تابانکوف از حزب آدمان نو، لیونید سلوتسکی از حزب لیبرال دموکرات و نیکولای خریتانوف از حزب کمونیستی روسیه. بوریس نادژدین، یک سیاستمدار زیر جنگ در اوکراین، را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهوری ثبت نام نکردند، زیرا به گفته کمیسیون انتخاباتی در جمع‌آوری امضای مردم به خطا راه داده است. مخالفان حکومت روسیه از شهروندان دعوت کردند به استثنای پوتین به هر نامزد دیگر که می‌خواهند رای بدهند و برگه‌های رای را خراب کنند. ولادیمیر پوتین که از سال 2000 سر قدرت است، یک بار نخست وزیر بود و بیشتر از 20 سال است رئیس جمهوری از نظر مساحت بزرگترین کشور دنیاست. کشوری که پوتین آن را از روی دموکراسی بیرون کرد و به یک مملکت ملتگرا و جنگجو تبدیل داد. برنامه را با گزارشی از دوشنبه ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان فروش محصولات پس صفت و یا با کیفیت بد و یا مواد غذایی مهلت استعمالش سپری شده همیشه بین مشتریان و فروشندگان جنجال و دعوا برانگیخته است. ولی سوالی اساسی این است که چگونه مثلا روغن، آرد و یا مواد غذایی که دیگر نباید آن را خورد از خارج به تاجیکستان وارد می شود؟ همکاران ما علیشیر ظریفی و براد یوسفی سعی کردند به این سوال مهم پاسخ بگیرند. کبریو نوردینова ساکنی دوشنبه در خرید خوراکواری سخت احتیاطکار شده است، زیرا او چند دفعه مشاهده کرده است که در بازار و مغازه‌ها محصولات کهنه شده را نیز می‌فروشند. بالاشون نکلتکاشون عوض کردگیند، چیزایی دیرتر گذشتگی را موندگیند، چیزهایی که با مثلا یا 2-3 روز دیگه موندگی همون چیزها را موندگی. بسیار ترگی در مالوچ نیم خیلی چیزا رو پرو میشه و اتراولینی میکنه، آخی کودکو را کسل میکنه، آدمای کلان کسل میکنه، سلامتی را ضرر داره. بیشتری محصولات نیاز اولیه در تاجیکستان وارداتی است. با اطلاع کمیته امنیت عضوقواری میان کشورهای وارد کننده سال گذشته از همه بیشتر از روسیه محصولات پس صفت وارد شده است. 160,201 کیلوگرم میوه و سبزی و 15,000 تن پولیزیوی همچون محصولات بی صفت و خوفناک معین کرده شده، از فروش باز داشته منع شده و نیست نابود کرده شد.
дар соли гузашта дар марзи тоҷикистон наздики 40 тонна панир ва 60 тонна картошкаи бесифат ки аз Русия ва 21 тонна мандарин аз Эрон ворид мешуд, ошкор ва паст гардонида шуд. дар ин муддат барои ворид кардани маҳсулоти пастсифат 128 соҳибкор ҷарима шуданд ва зидди чанд нафари дигар тафтиши ҷиноӣ сар шудааст. тоҷироне ки дар бозорҳои дохилӣ ба фурӯши маҳсулот машғуланд мегӯянд барои ҷилавгирӣ аз фурӯши маҳсулоти бесифат кормандонашон ҳамарӯза муҳлати истифода ва сифати маҳсулотро аз назар мегузаронанд. маҳсулотҳо ширин маҳсулот ҳамаи маҳсулотро мо меёранд, аввал срокшонро мебинем, нав боша қабулшон мекунем. мисол 1 рӯз мондагӣ 2 рӯз мондагӣ хеле чизо боша қабулшон намекунем, ро бармегардонем. як сабаби ба тоҷикистон баъзан вақт ворид шудани маҳсулоти пастсифат ва муҳлати истифодаашон гузаштаро коршиносон ба фасодкорӣ дар гузаргоҳҳои гумрукӣ бастагӣ медиҳанд, аммо сабабҳои дигарро низ пеш меоранд. яке аз омилҳояш ин кашол додани ҳуҷҷатгузорӣ аз тарафи мақомотҳои гумрукӣ ҳам шуда метавонад. барои ки баъзан ҳолатҳое мешавад ки мақомотҳои гумрукӣ мисол ё ӯзбекистон ё аз тоҷикистон ё аз қирғизистон ё аз дигар давлатҳо барои додани ҳуҷҷатҳои тасдиқӣ барои соҳибкор ҳар гуна монеаҳо эҷод мекунанд. ин гуна ҳолатҳо ҳам мешавад. аз ҳамин сабаб маҳсулотҳое ки муддати истеъмолияшон кӯтоҳ аст бо сифати паст ба тоҷикистон ворид мешавад. фурӯши маҳсулоти пастсифат дар бозорҳои тоҷикистон борҳо нигаронии сокинонро ба миён овардааст. бо вуҷуди фаъолияти неҳодҳое ба мисли кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва тоҷикстандарт ки ба ҷилавгирӣ аз паҳншавии маҳсулоти пастсифат кор мебаранд, танқидҳо аз вуҷуди маҳсулоти ғайристандартӣ ва зараровар дар бозорҳои кишвар пайваста садо медиҳад. در ناحیه شهر توس زنی نابینای تنها زندگی میکند که آرزوی ساده ولی مهمی دارد. آرزویش این است که بتواند مثل زمان بیناییش در جای کار یابد و برای جامعه و اطرافیانش فرد مفیدی باشد. گزارش درباره زندگی دشوار گلناز یلداشeva از همکارم محمد وفا رضازاده. گلناز یلداشeva که از جوانی بیماری چشم داشت، سال 2005 به تمام نابینا شد. تنها زندگی میکند ولی میداند دیگ و دیگدانش کجاست و خودش به کارش میرسد. در همینجا بزرگ شدم. برای من اینجا کمتر راه رفتنم آسان‌تر است. بعضی وقتایی میشود که ماشین ها گذاشته باشن، برفته به ماشین ها برمیخورم. از جبارها گذاشته نمیتوانم. کوشش میکنم که از راه های هموار روم. این خانه از پدر و گلناز 47 ساله به میراث مانده است. زندگی را با نفقه معیوبی که حدود 600 سامانی است پیش میبرد. بافته میتوانم، نسکی جوراب ها میبافم. 12 سال پیش ازدواج کرد ولی شوهرش بعد مدت او را پرتافته رفت. میگوید شوهرش با هدف فروختن حولی و با دست آوردن پول با او ازدواج کرده است. با این وجود خوشبین است که روز زن خوشبخت می شود و این انگیزه او را به آینده دلگرم می سازد. همین گونه آرزو دارم که در مابین جامعه باشم و مثلا با جامعه این طرف این سمت و اون سمت رفته مثلا با آدم ها و آخرام صحبت کنم. من 20 سال آخر است که من در همین 4 دیوار نشستم. گلناز وقت بینا بود در لیسه کسبی تکنیکی و چند مدت در اداره ثبت اسناد شهروندی زادگاهش ناحیه شهری توس کار کرده است. از همان دشوارش همین که تنهایی عذاب می‌دهد. بعدا من میخواستم کار کنم، میخواهم برای خودم و برای جامعه فایده بیارم. میخواهم که دانش و مهارت خودم رو استفاده کنم. گلناز یلداشeva در همسایگی برادر و نزدیکانش زندگی میکند. با آنها مناسبتی خوبی دارد ولی نمیتوانند کمکش کنند چون خودشان زندگی سخت دارند. وقتی هست که همه دشواری میکشد، همه مشکلی دارد، همه خشتبارم برادر و خواهرام چند فرزندی دارند و اگرچه چشمان نابینا
گلناز را از کار و زندگی کامل محروم کرد، اما در محفل‌های خانوادگی عزیزانش را با چشم دل می‌بیند و خوشحال می‌شود. دسته فوتبال فایزکن در ناحیه واسه که سال گذشته در لیگ عالی بازی کرده بود پراکنده شده است. بازیگران دسته و مسئولان این باشگاه فوتبال میگویند دلیل پاش خوردن دسته نیافتن سرپرست است. مقامات تاجیک میگویند برای رشد فوتبال در تاجیکستان تلاش دارند. از جمله رستم امامعلی پرزیدنت فدراسیون فوتبال به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که سال رشد فوتبال اعلام کنند. محمود جان رحمتزاده سبب‌های پاش خوردن دسته فوتبال فایزکند را در ناحیه واسه جستجو کرده است. ناحیه واسه از دسته فوتبال فایزکند محروم شد. به پشتیبانی مالی بازیگران آن پراکنده شدند و به دسته‌های دیگر رفتند. این در حالی است که سال گذشته فایزکند واسه در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بازی میکرد. خبرنگاران از رئیس ناحیه واسه سبب پرسیدند. در سال گذشته اگر خطا نکنم در میون در پنجگونه بهترین اونجا دسته هایی بودند که با 7 میلیون و با 10 میلیون سومونی و همین پنجگونه را نیفتند. خب دسته در چی حال است؟ در پاسخ رئیس ناحیه گفت برای حمایت مالی فایزکند به صاحبکاران مراجعت کرده است. زیرا نگاه داشتن دو دسته فایزکند و هولبوک به ناحیه گران آمده است. وزنی نیده کمانده را بودن لیکن ما حرکت میکنیم مراجعت هم کردیم به صاحبکارو. سال گذشته فایزکند در لیگ عالی و هولبوک در لیگ اول بازی میکردند. هر دو دسته را حکومت ناحیه واسه سرپرستی میکرد. حالا رئیس ناحیه میگوید که دیگر توان سرپرستی دو دسته را ندارند. سالهای پیش سرپرستو دستگیری میکردن. ما فقط حاضر از سوی مقامات اجرایی همه از سوی مالی هم جدا کردگی میره. مکتوب با رئیس ولایت هم کردیم، خواهش کردیم که همین دو دسته را اگر شوه دستگیری کنیم. ما دسته هولبوک هم خودمون یک بالا کرده، لیکن اون کامنده است که با 1 میلیون و 2 میلیون. مدیر دسته فایزکند از صحبت در این باره خودداری نمود، ولی معلوم شده است که این دسته برای ماندن در لیگ عالی بودجه 4 میلیون و 600 هزار سومانی را به حکومت واسه پیشنهاد کرده است و حکومت گفته است توان پرداخت چنین پول را ندارد. دسته فایزکند سال 2018 در جماعت رودکی ناحیه واسه تأسیس یافته در مدت کوتاه به لیگ عالی فوتبال راه یافت. سال گذشته را در موقع پنجم جمع بست کرد. معلوم نیست چرا حکومت ناحیه واسه برای پشتیبانی نه فایزکند بلکه هولبوک را انتخاب کرد. این باری اول نیست که دسته های فوتبال با مشکلات مالی روبرو می شوند و صحنه را ترک می کنند. تأمین مالی آنها اکثرا ناشفاف و آمیخته به منفعت های شخصی و گروهی و حتی فساد است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان در ولایت بادکن جمع آمده راههای پیشگیری از درگیری و مسئله وابسته به کشت و کار در منطقه‌های مرزی را بررسی کردند. ملاقات جانب‌ها در دهه‌های مرزی ارتبوز قرقیزستان و خواجه اعلی تاجیکستان برگزار شده است. در این باره رسانه‌های قرقیزستان با استناد به مقامات ولایت بادکند خبر دادند. مسائل مربوط به مرز، کشت و کار، پاکسازی جویبارها و پیشگیری از درگیری‌های مرزی و اغوااندازی از موضوع‌هایی بودند که در این ملاقات نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان مطرح شده است. تاجیکستان و قرقیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند ولی بخشی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است. مردم دو سوی مرز بارها برای آب و زمین و چراگاه با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه‌ها گناهکار می‌کنند. در سامانه رادیو آزادی با نام azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک و تلگرام، شبکه ایکس و اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاک و ادنکلسنیکی خبرهای نوی ما را بخوانید. خدا نگهدار تا برنامه‌های دیگر.